از پیرمرد حکیمی پرسیدند: از عمری که سپری نمودی چه چیزی یاد گرفتی؟ پاسخ داد: یاد گرفتم که دنیا قرض است، باید دیر یا زود پس بدهیم. یاد گرفتم که مظلوم دیر یا زود حقش را خواهد گرفت. یاد گرفتم که دنیای ما هر لحظه ممکن است تمام شود، اما ما غافل هستیم. یاد گرفتم که سخن شیرین، گشاده رویی و بخشش سرمایه اصلی ما در زندگی است. یاد گرفتم که ثروتمندترین مردم در دنیا کسی است که از سلامتی، امنیت و آرامش بهره مند باشد. یاد گرفتم کسی که جو را می کارد گندم را برداشت نخواهد کرد. یاد گرفتم که عمر تمام می شود اما کار تمام نمی شود. یاد گرفتم کسی که می خواهد مردم به حرفش گوش بدهند باید خودش نیز به حرف آنان گوش بدهد. یاد گرفتم که مسافرت کردن و هم سفره شدن با مردم بهترین معیار و دقیق ترین راه برای محک زدن شخصیت و درون آنان است. یاد گرفتم کسی که مرتب میگوید من این میکنم و آن میکنم تو خالی است و نمیتواند کاری انجام دهد. یاد گرفتم کسی که معدنش طلاست همواره طلا باقی میماند بدون تغییر، اما کسی که معدنش آهن است تغییر میکند و زنگ میزند. یاد گرفتم تمام کسانی که در گورستان هستند همه کارهایی داشتند و آرمانهایی که نتوانستند محقق کنند. یاد گرفتم که بساط عمر و زندگیمان را در دنیا طوری پهن کنیم که در موقع جمع کردن دست و پایمان را گم نکنیم. امیدوارم از این داستان یا پند